رو بشنویم. ولی قبل از اون مایلم معرفی بکنم کارهای ارزشمند یک بانوی هنرمند ایرانی، خانم صبا جاور رو که یکی دو کار از ایشون منتشر شده و بسیار ارزشمنده در استفاده از هنر عزیزان برای بکارگیری اون چیزی که به عنوان پیام ضروری، یعنی هر شرایط تاریخی برای خودش یک پیام ضروری داره. روشنفکر، روزنامه‌نگار، نویسنده، استاد دانشگاه، معلم، هنرمند میبایستی به این پیام ضروری بپردازن. میتونن کارهای دیگه هم بکنن 100%، ولی مطرح کردن این پیام که نیاز تاریخی دوره خودش هست بسیار اهمیت داره و به همین دلیل اجازه بدید بریم به سراغ یکی از کارهای ایشون. این رو ببینیم در ابتدا و بعد باز میگردیم برای بخش دوم برنامه که قرار هست مقاله زمینه‌های استراتژی بقا و توسعه ایران رو باز بکنیم. با ما باشید بینندگان عزیز. تو یک از میلیونی، تو فرد نیستی، نه یک بانوی شیرمرد نیستی، نه یک کودک هراسان ز انفجار و مرگ. تو چیزی به جز یک عدد نیستی، به زیر آوار آرمان و آرزوت به جز تله یأس تله در نیستی. یه وقت فاجعه، یه وقت حاشیه، یه وقت سمبولی به صرف قافیه، تو مجمع صلح دنیا که یه بازیه. بدون 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 به جز بازیچه شرق و غرب نیستی. تو نیستی یا نیستی یا نیستی. حقوق بشر واسه سفید پوست آمریکایی، اروپایی، یهودیه، ترجیحاً مرد و پولدار، نه یه خاورمیانه مسلمون با پوست و بخت تیره. تو خونی و باید بریزی که ساقط شه ظالمی، به دست یه ظالم دیگه به ادعای عالمی. تو سیاه لشکری واسه فروش و تست اسلحه، بهانه انتقال قدرت به شکل سالمی. تو یک از میلیونی، تو فرد نیستی، نه یک بانوی شیرمرد نیستی، نه یک کودک هراسان ز انفجار و مرگ. تو چیزی به جز یک عدد نیستی. تو نیستی یا نیستی یا نیستی. تو نیستی چون صهیونیست نیستی. تو نیستی یا نیستی یا نیستی. تو اصلا نیستی یا نیستی. تو چون صهیونیست نیستی. دیدگاه رسانه‌ای شهروندی در خدمت دگرگونی در ایران. خب باز می‌گردیم. تشکر میکنم از این بانوی هنرمند و امیدوارم هنرمندان دیگه هم کار ایشون رو الگو قرار بدن. دقیقاً پیامی که در این در واقع اجرا دیدید عزیزان همون چیزی بود که آقای اسموتریچ داشت میگفت کشتن و قتل عامشون و اینا مهم نیست، باید بریم سرزمینشون رو بگیریم. برای اینکه انسان ها برای اینا عددی بیش نیستن.
5,000 نفر کشته شدن، 50,000 نفر کشته شدن، 500,000 نفر، براشون هیچ تفاوتی نداره. وقتی با یه چنین پدیده‌ای مواجهید عزیزان، بایستی حسابی در مورد شناخت پیدا بکنید و می‌بینید که نمیدونم نویسنده و غیر و ذالک و اینها به طریق خودش میتونه اطلاع رسانی بکنه، هنرمند از این طریق میتونه آگاهی رسانی بکنه و امیدوارم هنرمندان دیگه هم الهام بگیرن، نقش فعال خودشونو در آگاه سازی توده ها نسبت به خطری که انسان و انسانیت و بشریت رو تهدید میکنه انجام بدن. پیام